تا حالا دیدینش؟ آره حتما دیدینش. ترسناک نیست؟ یا حس عجیبی بهتون نمیده؟ میدونین قضیهش چیه؟ نمیدونی؟ خب منم نمیدونم. نه یعنی چیزه. در ادامه این ویدیو با من همراه باش. سلام رفقا، خیلی خوش اومدین به یه ویدیوی جدید. اسم من مثل همیشه دکتر لویی. چی دارم میگم؟ اسم من مثل همیشه دکتر لویی و ویدیوهایی که تولید میکنم در ژانر ترسناک و دارک هستش. امروز توی این ویدیو قراره در مورد ویدیویی یا ویدیوهایی صحبت کنیم که بدون شک حداقل یک بار توی یک ماه گذشته ازش داخل اینترنت دیدین. مثل این: یه پرنده سفید قد بلند توی یه منطقه برفی وایساده و دنس میره و اصلاً چیز ترسناکی نداره. زی خیال باطل. داستان خیلی پیچیده تر از این حرفاست. لایک این ویدیو یادتون نره بچه‌ها، لایک کنید دیگه. یه عالمه بچه‌ها هستن دارن ویدیو رو میبینید ولی دکمه لایکشو نمیزنید. چند دقیقه بیشتر وقتتون رو نمیگیره و خیلی به ما کمک میکنه. مرسی. دکمه سابسکرایب و زنگوله هم یادتون نره. بیاید بریم دنبال ویدیو. بریم سراغ ویدیو. اولین باری که خودم این ویدیو رو دیدم گفتم این یه میم جدیده که دوباره ترند شده و تصمیم گرفتم توی پیج اینستاگرام ازش ویدیو بسازم که توی همین لحظه وقتی دنبال ویدیو برای ادیتش بودم متوجه یه ویدیوی عجیب در موردش شدم که نوشته بود این میم رو سال 2027 میفهمید. اولش گفتم عجب چیز مسخره‌ای گفت. در واقع یه پیج که توی تصویر دارین میبینین انگار اولین نفری هست که این ویدیو رو منتشر میکنه و زیرش همین متن مرموز رو مینویسه که شما در سال 2027 متوجه این میم میشید. شما شاید اگر این ویدیو رو میدیدین سری لایکش میکردین، یه نیشخند ریزی میزدین و میرفتین سراغ ویدیوی بعدی. ولی خب رفقا، من یه جورایی الان تولید کننده محتوای ترسناکم و وقتی همچین چیزی میبینم دوست دارم تحتشو درارم و ببینم قضیه این داستان از چه قراره. البته این نکته ریزی هم اضافه کنم، این تا زمانی که این موزیک خودش روش هست یه مقدار حس دارک داره. اگر یه مقداری موزیکشو تغییر بدیم مرغ سحر ناله سر. آره میبینید یه مقدار زیاد دیگه ترسناک نیست. خب بیایید از موضوع خارج نشیم و این ویدیو رو یه مقدار بازتر بررسی کنیم. وقتی به این ویدیو عمیق نگاه کنی چی میبینی؟ یه پرنده سفید که یه آدم کنارش وایساده و توی یه منطقه برفی هن. بعد از یکم پرسجو توی فضای اینترنت متوجه شدم که در واقع این موجود اسم داره و شبیه یه پرنده است به نام اوپیوم و داخل فضای مجازی هم این پرنده رو الان به اسم اوپیوم میشناسن یا به اصطلاح انگلیسیش اوپیوم برد. ولی من کنجکاو شدم ببینم اوپیوم یعنی چی و پیشنهاد میکنم اصلا داخل اینترنت سرچش نکنید یا همون توی گوگل ترنسلیت سرچش نکنید. و همونطور که میبینید شباهت زیادی به این پرنده داره که الان داخل تصویر میبینید و من احساس میکنم یه جورایی سازنده این ویدیو از این پرنده الهام گرفته. یه مرد یا یه زن هم همیشه کنار این پرنده هست و جوری که من احساس میکنم انگار یا به این پرنده پناه برده یا مثلا این فرد یه جورایی این پرنده رو برتر از خودش میدونه که همین قضیه یه جورایی یه حس ترس به آدم انتقال میده. و از یه طرف اگر به پشت سر این دو موجود یا این دو نفر دقت کنید میبینید که توی یه فضای کوهستانی و برفی قرار دارن. به شما رو یاد چی میندازه؟ درسته، قطب‌های زمین. قطب‌های جنوب و شمال مشکوک‌ترین نقاطی هستن که روی کره زمین وجود دارن. حالا شما فکر میکنید که چند نفر پا شدن رفتن قطب شمال و این ویدیو رو گرفتن؟ خب حقیقتا احتمالش هست، ولی ویدیویی که دارید تماشا میکنین در واقع توسط هوش مصنوعی ساخته شده که قراره در ادامه این ویدیو این مبحث هم قشنگ باز کنیم. تکنولوژی هوش مصنوعی تقریبا الان هر کاری رو میتونه انجام بده که ایرانیای همیشه در صحنه حسابی از خجالتش در اومدن. اگه نمونهش هم بخواید ببینید میشه همین موزیکی که با صدای هیتلره.
یه چیزی که همون اول که من ویدیوش رو دیدم مغزمو درگیر کرد صورت این پرنده است. شما رو یاد چی میندازه؟ وقتی اولین بار به صورت این پرنده نگاه میکنید چه چیزی توجه شما رو جلب میکنه؟ درسته، اگر به چهره این پرنده دقت کنید میتونید ببینید که شباهت زیادی به ماسک طاعون داره و در ضمن شبیه یکی از SCP هم هست. من یه نکته کوچیک اینجا اضافه کنم، اگر دوست دارین که در مورد SCP ویدیو بسازم حتما داخل کامنت ها بهم بگین و در کل نظرتون رو در مورد ویدیو داخل کامنت ها بنویسین. ما اینجا داریم زحمت میکشیم. یادتون هست یه پیشبینی اومده بود از آقای نوستراداموس، اسمشو همینجوری تلفظ میکنن دیگه، چون من فکر کنم درست گفتم، که گفته بود ویروس کرونا میاد و بعدش هم یه ویروس بدتر. آره، اینجاش یه مقدار آدم رو میترسونه. ربط این بیماری به این ماسک چی میتونه باشه؟ حالا من یه مقدار این مدارک رو کنار هم قرار دادم و یه جورایی با عقل جور در میاد. باور نمیکنید؟ پس بیایید تا اوج ترسناک این داستان رو براتون تعریف کنم. زمانی که داریم در مورد قطب صحبت میکنیم یعنی یه محوطه یخزده خیلی بزرگ. عمق بعضی از این یخها بیش از 2 کیلومتره که ممکنه هر چیزی به جز آب داخلش منجمد شده باشه و همونطور که میدونید سفر کردن و گشتن توی قطب ممنوعه و فقط یه سری افراد خاص میتونن برن اونجا. حالا با خودتون میپرسین چرا؟ پس بذارین دلایل منطقی و احتمالیشو براتون بگم. دلایل احتمالی: ممکنه تو این منطقه چیزهای نگهداری بشه که نخوان ما افراد معمولی ببینیمش. خب توی این گزینه هر چیزی میتونه باشه، از سلاح‌های مخفی گرفته تا ارتباطات مخفی با سیاره‌های دیگه یا هر چیزی که توی ذهنتونه. یا ممکنه مثلا موجودی یخزده اونجا پیدا کرده باشن که ما باعث شیم بیدار بشه. حالا میپرسین اگر بیدار بشه چه اتفاقی میفته؟ اتفاقای بدجور. آره، اتفاقای بدی میفته. گل بلبل نیست که. شاید عجیب باشه واسهتون ولی این موضوع یه دلیل منطقی داره. دلایل منطقی: دانشمندا چیزای زیادی زیر یخ‌های قطب پیدا کردن، از سازه‌های عجیب و ناشناخته گرفته تا موجودات عجیب و البته مهمترین اونها ویروس‌ها. طبق تحقیقاتی که انجام دادن ویروسی پیدا کردن که برای حدود 40,000 سال پیشه و اگر نمیدونستین خیلی از موجودات زنده از جمله ویروس‌ها میتونن در دماهای بسیار پایین و حالت منجمد زنده بمونن. حالا چرا دقیقاً نمیذارن کسی بره اونجا؟ خب اگر حقیقتشو بخواین ما هر ماه یا هر سال داریم به خورشید نزدیکتر میشیم که این باعث شده زمین به مرور زمان گرمتر بشه و همین قضیه باعث میشه که قطب‌های زمین شروع به آب شدن بکنن و همین ذوب شدن‌ها باعث میشه که ویروس‌ها از زیر یخ‌ها بیرون بیان و ما رو مبتلا کنن. حالا چرا نمیذارن انسان‌ها پا اونجا بذارن؟ خب اینم دلیل منطقی داره. خب به مرور زمان نچندان طولانی به خاطر حمل و نقل و رفت و آمد عمل طبیعی رخ میده به نام فرسایش که باعث میشه روند آب شدن این یخ‌ها سریع‌تر باشه. خب حالا یکی از پیش‌بینی‌های ترسناک همین میم این میشه که قرار این اتفاق در سال 2027 رخ بده و این ویروس به سراغ ما انسان‌ها بیاد. خب حالا یکی از پیش‌بینی‌های این میم اینه که ممکنه این اتفاق در سال 2027 رخ بده و حتی ممکنه خیلی از ویروس‌هایی که میشناسیم مثل طاعون، البته مطمئن نیستم اون ویروس باشه، یا ویروس کرونا از زیر همین یخ‌ها بیرون اومده باشه و توی سال 2027 ممکنه یکی خیلی بدتر از اینا گریبانگیر انسان‌ها بشه. یه چیز ترسناکی که بخوام اینجا اضافه کنم اینه که دانشمندا بر این باورن که همین ویروس زامبی که ما خیلی مسخره میشناسیمش و با خنده ردش میکنیم زیر همین یخ‌ها باشن. شاید هم تا الان کشفش کردن. و حالا چرا اینو میگم؟ چون احساس میکنم توی این تصویر به جای اینکه یه پرنده رو نشون بدن در واقع نشون دهنده یه لباس مثل لباس دکترهای طاعونه و این معنی رو میده که قرار ویروس بدی به سراغمون بیاد. و البته اگه بخوام باتون رو راست باشم ممکنه که این فقط یه میم ساده باشه. طی این چند سال داخل فضای مجازی میم‌های مختلفی دیدین که به مرور زمان فراموش شدن و این میمی هم که داریم در موردش صحبت میکنیم همین الان تقریبا فراموش شده. پس زیاد دلشوره این قضیه رو نگیرین. به هر حال زندگی ادامه داره. البته شاید حتی بعضی هستن که باور دارن این پرنده وجود داره و در قطب جنوب دیده شده و یه نفر که این پرنده رو دیده اومده با هوش مصنوعی اونو طراحی کرده و ویدیوشو پخش کرده. پس قضیه سال 2027 چیه؟ آیا فقط یه متنه که برای بیننده نوشته شده تا اونو کنجکاو کنه؟
یا قضیه واقعا جدیه؟ حتی بعضیا داخل کامنت ها ربطش داده بودن به جنگ هسته‌ای و میگفتن اگر این اتفاق بیفته یخهای قطب‌ها به شدت سریع شروع به ذوب شدن میکنن و این موجود از زیر یخها بیرون میاد. حالا نظر شما چیه؟ به نظرتون این پرنده وجود داره یا قراره سال 2027 واقعا اتفاق بدی بیفته؟ خوشحال میشم که داخل کامنت ها برام بنویسید. و در کل بچه‌ها این یه موضوع دیگه بود که من داخل اینترنت دیده بودمش و گفتم که ویدیوشو براتون بسازم و امیدوارم تا اینجای کار از ویدیو لذت برده باشید.